ببخشید من به صراحت بذارین ازتون این سوال بکنم، شما سلطنت طلبین یا جمهوری خواه؟ ببینید من همیشه گفتم به همیهنانم که این تصمیم با مردم هست که چه شکل حکومت رو میخواد. من اعتقاد الزاماً به این یا به اون ندارم، چون فکر میکنم در هر دو فرمش کشورمون قابل اداره خواهد بود. بنابراین من از روز اول این رو به عنوان یک چالش در زندگیم دیدم، نه که خودم درش زینف باشم. من برای خودم واقعا هیچی نمیخوام، من برای مملکتم میخوام. برای من مهم نیست که فردا کاری باشم تو مملکت. اصلا گفتم من اصلا دغدغه حکومت و قدرت ندارم، خیالتون راحت. اصلا فرض کنید من نیستم، من فقط میخوام بتونم به کشورم کمک بکنم تا اونجایی که تجربیاتی که از باز دوباره به این خیالتون میپرسم چه رسیدید در دو کلمه چی میگید؟ حسم مملکتم. من نیومدم 40 سال عمر و جوونیمو واسه این بذارم که اگه احساسی نسبت به مملکتم نداشتم. میدونید من دلم از این میسوزه که کشور ما خیلی بهتر از آنچه که الان هست میتونه باشه. تمدنی، فرهنگی که جهانیان ارج می‌نهند. برای اینکه اون تاریخ، اون فرهنگ، اون عظمت، کشوری که الان دنیا پوز میده که ما متمدنیم شما تروریست. میخوام بگم آقای امریکا که اصلا وجود خارجی نداشتی موقعی که ایران کوروش کبیرش اومد و برده‌های کلیمی رو در بابل فتح کرد و آزاد کرد، حقوق بشر از ایران صادر شد. ما چیز وارداتی در این ارزش‌ها نداریم. همه جا میگم برای من یه مایه افتخاره به عنوان یک ایرانی که در تالار کشورها و ملت‌ها در سازمان ملل خب میتونستن از یک فیلسوف یا یک هنرمند یا یک شاعر این یا آن کشور یه نمودار داشته باشن اونجا. از تمام این فرهنگ‌ها، از تمام این تمدن‌ها، از تمام این کشورها، از تمام این دانشمندان و شاعران، دو تا چیز هست در تالار ملل سازمان ملل که میدرخشه و جای خاص خودشه داره. یکی لوحه کوروش کبیره که امروز سالروز کوروش هستش، یکیش هم شعر یعنی آدم اعضای یکدیگرن. از کجا آمدید؟ کشور ما. من هرگز کاری نخواهم کرد که کوچکترین خدشه‌ای به منافع ملی کشورم پیش بیاد، حتی اگر به این مفهوم باشه که کاملا از صحنه حذف بشه. برای من ایران مهمه، خودم مهم نیستم. من هیچ وقت سعی نکردم به خاطر اینکه طرفدار پیدا بکنم فرض بکنید رفتارم رو تغییر بدم. من بر اساس باورهای خودم عمل کردم. گیرم فقط یه نفر تو اون کشور حرف من رو قبول بکنه. من به خاطر این 40 سال نیومدم مبارزه بکنم که بخوام به قدرت برسم یا حکومت بکنم که اصلا دغدغه من نیست. بارها هم گفتم، بازم تکرار میکنم، من فقط از دید آنچه که به نفع کشور خودم میبینم و مردمش میبینم بوده که این مواضع رو گرفتم و پیش بردم و هر کسی حق داره قبول بکنه یا قبول نکنه. زور که نیست که من خودم رو به هیچ کسی هیچ وقت تحمیل نکردم.